شما با تصمیم به مهاجرت باید همزمان یه تصمیم دیگه بگیریم و اون تصمیم به ادغام هویت فرهنگیتون با هویت فرهنگی کشور مقصده. تو هم داری به مهاجرت فکر میکنی؟ ما در پروژه مپ شما رو با چالش‌های روانشناختی این مسیر پرفراز و نشیب آشنا می‌کنیم. سلام، به پروژه مپ خوش اومدید. امروز تصمیم دارم تا در رابطه با تأثیر هویت فرهنگی بر تصمیم به مهاجرت باهاتون صحبت کنم. اگر بخوام یه تعریف جامع اما یه مقدار تند و تیز از هویت فرهنگی داشته باشیم و به ارزش و اهمیتش پی ببریم، فکر میکنم این جمله از فرانس فانون به عنوان یه فیلسوف و یک روانپزشک یه مقداری کارمون رو راحت تر کنه. فرانس فانون میگه انسان به عنوان عضوی از یک جامعه، عضوی از یک فرهنگ، عضوی از یک قبیله، یا به تعبیر خودش انسان کلونایز شده، از حق خود بودن محروم. به این معنا میاد فرانس فانون نقش هویت فرهنگی و ارزش اون رو در حدی بالا میبره که میگه انسان زمانی که عضوی از یک جامعه میشه یا یک قبیله و هویتش به واسطه اون شکل میگیره، دیگه اون انسان سابق نیست و یک انسانیه که ویژگی های اون فرهنگ در رفتارش بروز و ظهور داره. روانشناسا و جامعه شناسا هم به اهمیت این موضوع پی بردن. حالا شاید به شدت فرانس فانون انقلابی به این موضوع نگاه نکنن، اما هیچ کدوم منکر تأثیر هویت فرهنگی بر رفتار ما و بر خود ما نیستن. اگر بخوایم از منظر روانشناسی هویت فرهنگی رو بررسی کنیم، روانشناس ها معمولا هویت فرهنگی رو یا به عنوان یک ساختار روانشناختی میبینن، به این معنا که معتقدن که ما درکی که از خودمون پیدا میکنیم به واسطه هویت فرهنگی ماست و هویت فرهنگی به ما کمک میکنه که نوعی درک از خود رو تجربه کنیم. یعنی اگر که مثلا من عضو یک جامعه یا یک فرهنگی هستم، به درک از خودی خواهم رسید که اگر به جای اینکه عضوی از این جامعه باشم عضو یک جامعه دیگه باشم، اون درک از خود من و تعبیر من از خودم و شناخت من از خودم تغییر خواهد کرد. همچنین به عنوان یک ساختار اجتماعی هویت فرهنگی رو بررسی می‌کنند، به این معنا که معتقدند هویت فرهنگی به ما در شکلگیری و مدیریت روابطمون کمک میکنه و بهش نظام میده و ساختار میده به شکلگیری روابط اجتماعی ما، راهبری روابط اجتماعی ما و مدیریتش. و در نهایت هویت فرهنگی رو به عنوان یک منبع قدرت و اعتماد به نفس تعبیر میکنه. به این معنا که ما
در رفتارمون و در اعمالمون به واسطه هویت فرهنگی و پشتوانه اجتماعی، گروهی یا قبیله‌ای که داریم احساس قدرت پیدا می‌کنیم و بعد به واسطه این احساس قدرت اعتماد به نفسمون افزایش پیدا می‌کنه. حالا که تا حدودی با مفهوم هویت فرهنگی از دیدگاه روانشناسی آشنا شدین و با اون جمله فرانس فانون یه مقداری به اهمیت هویت فرهنگی هم پی بردین، میام این موضوع رو در بستر تصمیم به مهاجرت بررسیش میکنم. ببینید، ما در جامعه‌ای زندگی میکنیم که به لحاظ علمی جامعه ما جامعه جمعگرا شناخته میشه. جوامعی مثل جامعه ایران و برخی کشورهای همسایمون و برخی از کشورهای منطقه، برخی از کشورهای افریقایی، امریکای جنوبی و کشورهای شرق آسیا، اینا تعبیر میشه ازشون به عنوان کشورهای جمعگرا. در مقابل مفهومی داریم به نام جوامع فردگرا که جوامع فردگرا عموماً مقاصد مهاجرتی ما ایرانی ها هست. به همین دلیل وقتی ما به عنوان یک ایرانی یا یک عضوی از جامعه جمعگرا تصمیم میگیریم مهاجرت کنیم به جامعه فردگرا، باید بدونیم که وزن هویت فرهنگی ما تأثیر بسزایی روی این تصمیم داره. به همین جهت پیش از تصمیم به مهاجرت و عملیاتی کردن اون باید چند مورد رو خیلی جدی بررسی کنیم. یه تحقیقی مطالعه می‌کردم در رابطه با نحوه بروز خشم بین کودکان ژاپنی، نپالی و نروژی. اینا می آمدن این بچه ها رو بررسی میکردن که ببینن زمانی که در موقعیتی قرار میگیرن که اون موقعیت ناراحت کننده است و خشم اونها رو برانگیخته میکنه، این بچه ها چه واکنشی به این موضوع نشون میدن. و توی نتایج تحقیق رو اگر که بررسی کنیم به این نتیجه میرسیم که بچه های ژاپن و بچه های نپال، کودکان ژاپنی و نپالی معمولاً در مواجهه با یک موقعیت اینچنینی دیرتر نسبت به یک کودک نروژی خشم خودشون رو بروز میدن. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه بیان با یه مثال دیگه این موضوع رو براتون شفاف کنم. تصور کنید توی یک جمع 10 نفره هستین، جمعی که به لحاظ هنجارها با هم همگنین، یعنی برای یک مهمانی دور هم جمع شدین، حرف همو میفهمین، اصولتون یکیه، هنجارها و ناهنجارهای عمومیتون یکیه، توی این جمع حضور دارین و ناگهان فردی رفتاری از خودش بروز میده برخلاف هنجارهای پذیرفته شده اون جمع. معمولاً یک فرد عضو جامعه جمعگرا توی اینجور مواقع وقتی با این ناهنجاری مواجه میشه، اقدام اولیش سرکوب خودش به نفع جامعه است. چون از کودکی هویت فرهنگی ما در یک جامعه جمعگرا شکل گرفته، ما اولویت اولمون اینه که ذهنمون بهمون میگه که جمعو به هم نریز، شلوغ نکن، سکوت کن، بذار از این موقعیت عبور کنیم. اما در مقابل اگر یه فرد عضو جامعه فردگرا در موقعیت مشابه قرار بگیره، به دلیل اینکه در جوامع فردگرا فرد به تمام مسئول اعمال خودش هست و از حمایت‌های فرهنگی و اجتماعی به شکلی که در جوامع جمعگرا
افراد ازش برخوردار نیست، معمولاً واکنش اون به همچین موقعیتی ابراز احساسات مستقیم. مثلا یک رفتار نژاد پرستانه میبینه و شخصی هست که با نژاد پرستی مخالف. به جای اینکه در اون لحظه خودش رو به نفع جمع سرکوب کنه، حالش رو ابراز میکنه. مثلا میگه که این رفتار به نظر من رفتار نژاد پرستانه ایه و من این رفتار رو نمیپسندم. یا میگه چون شما به عنوان یک جمع نسبت به این رفتار نژاد پرستانه اعتراضی نداشتین، من ترجیح میدم دیگه توی این جمع حضور پیدا نکن. متوجه اون تفاوتی که مد نظرم هست شدیم؟ بیان به یه تحقیق دیگه اشاره کنم. یه تحقیقی در مجله فرانتیر سایکولوژی چاپ شده بود در رابطه با نحوه واکنش ایرانیان مقیم ایران، آلمانی های ساکن در آلمان و ایرانی های مقیم آلمان به شرایط ناراحت کننده در محیط کار. توی نتایج این مقاله به این نتیجه رسیده بودن که افراد ایرانی ساکن ایران معمولاً واکنششون نسبت به مشکلات احتمالی در محیط کار سکوت و واکنش انفعالی نشون میدن. در مقابل آلمانی های مقیم آلمان واکنش عملیاتی نسبت به اون موضوع نشون میدن و سعی میکنن که احساسشون و نارضایتیشون رو اعلام کنن. و ایرانی های مقیم آلمان نه در این سر طیف قرار دارن نه در اون سر طیف، در میانه این موضوع قرار دارن. ما در جوامع فردگرا انتقاد کردن رو یک ارزش میدونیم و انفعال در قبال شرایط نابهنجار رو ضد ارزش. این موضوع خلاف رویه رایج در جوامع جمع‌گراست. پس اگر به عنوان یک ایرانی تصمیم به مهاجرت از جامعه جمع‌گرای ایران به یک جامعه فردگرا دارین، باید بدونید که اگر شما هم این ویژگی غالب شخصیتیتون هست و اینجور تربیت شدین که در مقابل مشکلات هیچ اعتراضی نکنید، احتمالاً شما در جوامع فردگرا انگ‌هایی رو باید تحمل کنید. یه نکته رو اشاره کنم به زنانگی در مقابل مردانگی در جوامع جمع‌گرا و فردگرا. باز ارجاعتون میدم به یک تحقیقی در سوئد. این تحقیق انجام شده بود در رابطه با سنجش میزان سازگاری فرهنگی زنان ایرانی مهاجر سوئد. خیلی جالب بود که نرخ سازگاری فرهنگی در زنان ایرانی مهاجر سوئد به شدت بالا بود. در مقابل یه اتفاق دیگه افتاد و اون این بود که نرخ طلاق زنان مهاجر ایرانی ساکن سوئد هم بعد از زنان شیلیایی در جایگاه دوم قرار داشت. متوجه تفاوت جایگاه مردانگی و زنانگی شدیم؟ مردهای مهاجر به نسبت زنهای مهاجر بیشتر افسردگی رو تجربه میکنن، بیشتر افکار خودکشی به سراغشون میاد. چرا که به واسطه حضور در یک جامعه جمع‌گرا و هویت فرهنگیشون از پشتوانه‌هایی برخوردار بودن که در جوامع فردگرا
نه تنها از اون پشتوانه ها برخوردار نیستند، بلکه انجام برخی اعمال به واسطه پشتوانه های سابق که قبلا مجاز شمرده میشد، الان ممکنه منجر به تعقیب قضایی هم بشه. و در مقابل زنهایی که از اون جامعه با هویت فرهنگی یک جامعه جمع‌گرا وارد یک جامعه فردگرا میشن، به دلیل اینکه هویت فرهنگی زنان در جوامع فردگرا از قدرت و جایگاه بهتری برخورداره، سریعا تلاش میکنن که خودشون رو با اون موقعیت سازگار کنن. این نکته دیگه، نحوه چینش ساختار قدرت در جوامع جمع‌گرا و جوامع فردگراست. به نوعی به این موضوع توی اون مطالعه مربوط به ایرانیان و مهاجر آلمان اشاره کردم، اما الان یه مقداری بازترش میکنم. ببینید، ساختار قدرت در جوامع جمع‌گرا یک ساختار عمودی. به همین دلیل شما اگر که در بخشی از این بدنه وجود داشته باشید، زمانی که نسبت به موضوعی تصمیم به اعتراض بگیرید، حرکت به سمت رأس قدرت و اعلام اعتراض به اون یه حرکت عمودیه، احتمالاً بسیار سخته، شاید سقوط رو در اون حرکت تجربه کنید و در نهایت شرایطی برای شما به وجود میاد که عموماً ترجیح میدین که این مسیر رو طی نکنید و با سکوت به کارتون ادامه بدید. این ناشی از احترام نیست. این هویت فرهنگی اینجا احترام باعثش نمیشه که شما به اعتراض نپردازید. نحوه چیدمان ساختار قدرته که باعث میشه شما صرف نظر کنید از این. اما در جوامع فردگرا عموماً ساختار قدرت یک ساختار افقی و اعلام اعتراض و واکنش نسبت به یک مسئله‌ای که برای شما ایجاد مشکل کرده یا احساس میکنید که اصلاحش میتونه حال شما و حال یک سیستم رو بهتر کنه، بسیار راحت. و اگر شما به عنوان عضوی از یک جامعه جمع‌گرا این تغییر در ساختار قدرت رو در تجربه مهاجرتتون نبینین و نپذیرین، احتمال اینکه در جامعه جدید سازگاری و تعادل رو بتونید ایجاد کنید پایین. تمام این مطالب رو گفتم به این دلیل که بهتون بگم شما با تصمیم به مهاجرت باید همزمان یه تصمیم دیگه بگیریم و اون تصمیم به ادغام هویت فرهنگیتون با هویت فرهنگی کشور مقصده. این به معنای جذب در اون هویت فرهنگی نیست. ابتدای بحث بهتون توضیح دادم، چون ما ریشه های هویت فرهنگی در اعماق وجود ما هستن و ساختار کلی ما رو شکل دادن. رها کردن اون و جذب شدن در یک هویت فرهنگی جدید نه تنها موفقیت آمیز نیست، بلکه در دراز مدت منجر به این میشه که شما هویت فرهنگی جدید رو هم رها کنید و به انزوا کشیده بشید. راهکار ادغامه، نه جذب. باید برای این آمادگی داشته باشید، چه شما به عنوان یک خانم تنها که تصمیم به مهاجرت گرفتید، چه به عنوان یک فرد تنها، چه به عنوان یک زوج، و چه شمایی که خانواده کسی هستید که قرار مثلا برای تحصیل اون فرد رو به خارج از کشور و به یک جامعه فردگرا بفرستید. اینو بدونین، شما والدینی که دارین این کارو میکنید، راز موفقیت فرزند شما ادغام در اون
هویت فرهنگی جدید. پس پیش از اینکه اونو بفرستین با هم به ساختار هویتی کشور مقصد دقت کنید، تغییرات احتمالی رو بررسی کنید تا بعدها فرزندتون رو به خاطر رفتارهایی که برخلاف هنجارهای محل زندگی شماست نه محل زندگی اون مؤاخذه نکنید، یا اونو تحت فشار نذارید برای حفظ هنجارهای محل زندگی شما به جای محل زندگی جدید خودش. از اینکه تا انتهای این بحث با من همراه بودین ازتون سپاسگزارم. اگر محتوای کانال ما رو ارزشمند ارزیابی میکنید لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو فشار بدین تا از محتواهای جدید ما مطلع بشین و طبق معمول ازتون خواهش میکنم اگر کسی رو میشناسید که این محتوا میتونه کارگشا باشه واسش حتما این محتوا رو برای اون هم ارسال کنید.